خر سلطان جنگل شد. خر همه حیوانات را مجبور کرد که ساعت 6 صبح بیدار شده و 6 عصر بخوابند. در هنگام توزیع غذا دستور داد که هر کدام از چهارپایان و پرندگان و سایر حیوانات فقط حق دارند 6 لقمه غذا بخورند. وقتی خواستند بازی کنند، هر تیم 6 بازیکن داشته باشد و زمان بازی نیز 6 دقیقه باشد. کارها خوب پیش میرفت و خر قوانین 6 گانه‌ای وضع کرد. در یک روز دلانگیز پاییزی، خروس ساعت 5:20 صبح بیدار شد و آواز خواند. خر خشمگین شد و در یک سخنرانی جنجالی گفت: قوانین ما از همه قوانین دیگر کاملتر است و خروج از اینها و تخلف از قانونهای 6 گانه جرم محسوب و منجر به اشد مجازات می شود. و طی مراسمی خروس را اعدام کرد. همه حیوانات از اعدام خروس ترسیدند و از آن پس با دقت بیشتر قوانین را اجرا می‌کردند. بعد از گذشت چند سال خر بیمار شد و در حال مرگ بود. شیر به دیدنش رفت و گفت: من و تعدادی دیگر از حیوان‌ها می‌توانستیم قیام کنیم، ولی نخواستیم نظم جنگل به هم بریزد. حال بگو علت ابلاغ این قوانین 6 گانه چه بود و چرا در این سالها سخت گیری کردی؟ خر گفت: حالا من به خاطر خریت یه چیزهایی ابلاغ کردم. شماها چرا این همه سال عین بز اطاعت کردید؟